به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه دوستای عزیز و همراهان خوب آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران. امیرحسین صادقی هستم، مدیر آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران. در خدمت شما هستم با تحلیل سوال شماره 1 کنکور ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی سال 99. پس بیدرنگ بریم سراغ تحلیل سوال شماره 1. سوال شماره 1 کنکور فناوری تصویربرداری پزشکی سال 99 مربوط به درس فیزیک عمومیه که این سوال مال مبحث فصل سینماتیک هست. پس بریم سراغ خود سوال و ببینیم که سوال چی میگه و اون رو با همدیگه تحلیل و بررسی بکنیم. سوال میگه پسر بچه‌ای سنگی رو به ریسمانی به طول 1.5 متر بسته که بر روی دایره افقی در ارتفاع 2 متری زمین میچرخونه. در اثر پاره شدن ریسمان سنگ به طور افقی پرتاب میشه و پس از پیمودن مسافت افقی 10 متر به زمین برخورد میکنه. شتاب مرکزگرای سنگ حین حرکت دایره‌ای برابر با چند متر بر مجذور ثانیه است. اومده جی رو هم به همون داده 9.8 متر بر مجذور ثانیه. خوب به سوال دقت بکنید. ما همین جا که داره حرف از پرتاب سنگ و حالا اینها میزنه، خب مسافت افقی سنگ به طور افقی پرتاب میشه و اون چیزی که ازمون میخواد شتاب مرکزگرای سنگ. من همین الان اینجا متوجه میشم که این سوال مال فصل سینماتیکه. پس میرم سراغ تمامی مطالبی که توی فصل سینماتیک یاد گرفتیم تا با هم بتونیم خیلی خوب سوال رو تحلیل بکنیم. ببینید میگه ما یک پسر بچه‌ای داریم، خب اومده یک سنگی رو به یک ریسمانی بسته. ریسمانش تنابش 1.5 متر. حالا شروع میکنه که این سنگ رو بالای سرش به طور افقی دوران دادن. میگه ارتفاعی که داره سنگ رو تاب میده از زمین خب 2 متره. ببینید که بر روی دایره افقی در ارتفاع 2 متری زمین میچرخونه. در اثر پاره شدن سنگ حالا داره همینجور میچرخونه، به یک باره حالا این تنابش پاره میشه. سنگ به طور افقی پرتاب میشه. سنگ در راستای افقی پرتاب میشه و پس از پیمودن مسافت افقی 10 متر به زمین برخورد میکنه. در واقع میره تا برخورد بکنه به سطح زمین. حالا میگه که آقا شما بیا شتاب مرکزگرای سنگ رو حین حرکت دایره‌ای به دست بیار. خوب دقت بکنید. حالا اونجا گفته پسر بچه، ما جای اون رو با این خانم عوض میکنیم. ببینید این خانم داره که یه سنگی رو بسته به یک تناب سبز رنگی و داره بالای سر خودش تاب میده. درسته؟ الان صورت سوال ما گفته که اندازه این تنابی که این خانم دستشه 1.5 متره. یعنی دقیقاً اینجا رو برای ما مشخص کرده که میگه طول این تنابه 1.5 متر. پس این 1.5 متر. درسته؟ خیلی خوب. میگه که این دایره افقی و اصلا ارتفاع دست این خانم که داره این سنگ رو توی این سطح افقی میتابونه از سطح زمین چقدره؟ خودش گفته 2 متر. پس این ارتفاع هم هست که 2 متر. 2 متر. درسته؟ میگه حالا همینطور که داره میتابونه، حالا بیایید ببینید این تاپ ویو رو نگاه بکنید. این ساید ویو بود که در واقع داشتیم که کاملا قد خانم رو نگاه میکردیم. الان تاپ ویو نگاه از بالای ما به چه شکله؟ ببینید این خانم همینطور که داره این رو تاب میده به یک باره توی این نقطه‌ایه که ما فرض میکنیم که تناب پاره میشه. توی این نقطه که تناب پاره میشه سنگ شروع میکنه
در راستای این بردار آ حرکت کردن به صورت افقی در راستای آ دقیقاً به سمت جلو و در راستای افقی حرکت میکنه. وقتی که اینجا طناب پاره میشه، ببینید اینجا این طناب رو میبینید اینجا الان پاره شده، طناب پاره، طناب اینجا پاره میشه. این سنگ دیگه حرکت دایره‌ای نمیکنه که بیاد تو نقطه B، همچنان دیگه روی این بردار آ حرکت میکنه و در راستای افقی، خب بهتره بگم که به خاطر اینکه توی ذهنتون راحت بتونید تصور بکنید، همینطور که بالای سرش داره تاب میده به یک بار طناب پاره میشه و سنگ در لحظه اولیه مماس یا بهتره بگم موازی با راستای سطح زمین تو ارتفاع 2 متری شروع میکنه به حرکت کردن. خب حالا توی این نقطه که الان شروع میکنه به حرکت کردن، ما بریم اسلاید بعدی. الان اینجا کاملا مشخصه. خب اینجا دیگه سنگ شروع میکنه حرکت کردن، میاد تا در نهایتش خودش گفته، خود صورت سوالمون گفته که تو فاصله 10 متری از فرد دیگه سنگ به زمین برخورد میکنه. برگردم عقب و پس از پیمودن مسافت افقی 10 متر به زمین برخورد میکنه. درسته؟ حالا شما بیا شتاب مرکزگرای سنگ رو حین حرکت دایره‌ای به دست بیار. چی رو از ما میخواد؟ شتاب مرکزگرای سنگ رو از ما میخواد. درسته؟ شتاب مرکزگرای سنگ حین حرکت دایره‌ای، ما توی فصل سینماتیک گفتیم که همونجا دقیقاً وقتی که داشتیم در مورد مبحث حرکت دایره‌ای یک نواخت صحبت می‌کردیم، اونجا گفتیم که شتاب مرکزگرا آی آر برابر است با اندازش برابر است با ویدو آروم. چرا ما بهش میگفتیم که شتاب مرکزگرا؟ چون که در راستای شعاعی بود. این اندیسه آری که ما پایین سمت راست آ گذاشتیم دقیقا بیانگر همینه که این شتاب در راستای شعاعیه و به سمت مرکز دایره ماست، به سمت نقطه‌ای که داره حول اون دوران میکنه. به این شکل خوب دقت بکنید. ببینید الان که این طناب در دست این فرده و این سنگی که به جرم ام هست داره روی این دایره به شعاع آر و با سرعت وی دوران میکنه، شما الان نیروی مرکزگرا رو میبینید. این نیروی مرکزگرا، بذارید من اینجا نشونش بدم، این نیروی مرکزگرا همونطور که نشون داده به سمت مرکز دورانه که مرکز دوران دقیقاً اینجا دست فرده. پس همواره نیروی مرکزگرا در راستای شعاعی، میبینید در راستای شعاعی این دایره و به سمت مرکز دورانه و اندازه نیروی مرکزگرا، من نیروی مرکزگرا رو با اف اندیسه آر نشون میدم، برابر است با ام ویدو آروم که توی نیروی مرکزگرا ام جرم ویدو آروم شتاب مرکزگراست. ویدو آروم شتاب مرکزگراست. حالا چیزی که از ما میخواد دقیقاً شتاب مرکزگراست، در واقع همین ویدو آرومه. من اینجا بنویسم آی آر برابر است با ویدو آروم. اون چیزی که از ما میخواد این ویدو آرومه. درسته؟ پس من برای محاسبه این شتاب مرکزگرا چی احتیاج دارم؟ آر رو، شعاع این دایره‌ای که این سنگ داره روش دوران میکنه احتیاجم که خودش بهم داده، گفته که طول این طنابی که دست این پسر بچه بوده 1.5 متر. پس آر رو دارم. اون چیزی که احتیاج دارم ویه، سرعت حرکت این سنگ روی این مسیر دایره‌ایه. ما توی حرکت دایره‌ای یک نواخت، خب این سنگمون داشت که با یک سرعت ثابتی روی این مسیر دایره‌ای حرکت میکرد. اما چرا این سرعت ثابت باعث شده که من شتاب مرکزگرا داشته باشم؟ به خاطر اینکه هر لحظه داره جهت سرعت عوض میشه. درسته؟ پس من میخوام این وی رو به دست بیارم. حالا چطور به دستش بیارم؟ ببینید توی آخرین لحظه ای که اصلا طناب پاره میشه و سنگ شروع میکنه که در مسیرش مستقیمشه، بهتره بگم روی اون
مماس بر دایره، روی اون بردار مماس بر دایره شروع میکنه دیگه حرکت کردن. توی اون لحظه من اگه که بتونم سرعت رو به دست بیارم، این همون سرعت حرکت کردن سنگ روی اون مسیر دایره‌ایه. حالا چطور این محاسبات رو انجام بدم؟ بذارید تا برگردیم به شکل قبل. ما تمامی داده هامون رو داریم. میدونیم که طول طناب 1.5 متر، ارتفاع دست اون فرد وقتی که داشته سنگ رو میتابونده یا ارتفاع اون صفحه افقی که حرکت دایره توش انجام شده تا زمین 2 متر بوده و سنگ بعد از این که از طناب در واقع طناب پاره میشه و سنگ شروع میکنه در راستای افقی حرکت کردن و آروم آروم به سطح زمین نزدیک میشه تا وقتی که برسه به سطح زمین 10 متر از فرد فاصله داره. درسته؟ پس خوب دقت بکنید. به خاطر اینکه در هنگام پاره شدن طناب سنگ فقط سرعت افقی داره، ببینید فقط سرعت افقی داره، خودش گفته، خودش تو صورت سوال به همون گفته که ببینید در اثر پاره شدن سنگ در اثر پاره شدن ریسمان سنگ به طور افقی پرتاب میشه. پس سنگ ما وقتی که حالا از ریسمان جدا میشه فقط سرعت در راستای افقی داره و در راستای قائم هیچ گونه سرعتی نداره. خب پس من الان میخوام بیام چی کار بکنم؟ من در نهایتش میدونم که باید وی رو به دست بیارم. الان این وی یا در واقع اون چیزی که من احتیاج دارم تا در نهایتش وی رو به توان 2 برسونم و بر آر تقسیم بکنم تا شتاب مرکز گرای من به دست بیاد، سرعتی که من احتیاج دارم، این سرعتی که سنگ شروع کرده باش حرکت کردن، همون سرعتی بوده که گفتم سنگ روی این مسیر دایره‌ای شروع می‌کرده به حرکت کرد، در واقع داشته باش روی این مسیر دایره‌ای حرکت می‌کرده. همین سرعت حرکت سنگ در راستای افقی یا همون Vx ما بوده. پس من می‌خوام Vx رو به دست بیارم و در نهایت جایگذاری بکنم. خب خوب توجه بکنید. من الان میخوام که برم و Vx رو حساب بکنم، اما اول باید چی کار بکنم؟ من میدونم که الان این سنگ من در لحظه پاره شدن هیچ گونه سرعتی در راستای قائم نداره. پس میخوام ببینم که الان این سنگ که حرکتش در راستای قائم، اگر که من حرکت سنگ رو فقط در راستای قائم فقط بیا بهش نگاه بکنم، این شبیه یک حرکت سقوط آزاده که از یک ارتفاع 2 متری رها میشه تا برسه به سطح زمین. من میخوام ببینم که الان چه مدتی طول میکشه تا سنگ از ارتفاع 2 متری توی اون سطح افقی که داشته روی حرکت دایره انجام میداده، چقدر طول میکشه تا اون ارتفاع 2 متری به سطح زمین برسه. اولین رو انجام بدم تا مدت زمانی که طول میکشه تا سنگ از اونجا به سطح زمین برسه رو حساب بکنم. چطوری؟ با استفاده از رابطه h برابر به 1/2 GT2. پس h برابر است با 1/2 GT2. درسته؟ ارتفاع من 2 متر، اینا که دارم. جی رو هم که خودش بهم داده که 9.8. پس از اینجا خیلی راحت میتونم تی رو حساب بکنم. مدت زمانی که طول میکشه تا سنگ از ارتفاع 2 متری به سطح زمین برسه، تی برابر است با رادیکال 2h بخش بر g. درسته؟ که این برابر است با رادیکال 2 ضرب در h. ارتفاع من 2 متر، جی رو هم به هم داده که 9.8، 2 تا 4 بخش بر 9.8 و در نهایت اگه ازش رادیکال میگیرم مقدارش برابر میشه با 0.64 ثانیه. پس 64 ثانیه طول میکشه تا یک سنگی از ارتفاع 2 متری رها بشه و به سطح زمین برسه. خب سنگ از هنگامی که طناب پاره میشه تا زمانی که به زمین برسه توی این مدت 64 ثانیه مسافت 10 متری رو طی کرده. درسته؟ سنگ یک راستای افقی رو شروع به حرکت کرده و در نهایتش اومده تا به سطح زمین برسه. این ارتفاع 2 متری رو توی 64 ثانیه طی کرده و سنگ به خاطر سرعتی که در راستای افقی داشته
10 متر از فرد فاصله گرفته. پس من حالا که بخوام بیام سرعت افقی حرکت سنگ رو به دست بیارم، همون Vx رو به دست بیارم، و چون ما در راستای افقی هیچ گونه نیرویی و هیچ گونه شتابی نداریم، سرعت سنگ کاملا ثابت میمونه. پس سرعت سنگ چه اینجایی که دقیقاً از خود طناب رها میشه، چه اینجایی که به زمین برخورد میکنه، سرعت سنگ در راستای محور x کاملا ثابته. پس چطور میتونم محاسبهش بکنم؟ با استفاده از، چون که در راستای x ها دارم که این محاسبات رو میخوام انجام بدم، تو راستای محور x ها در راستای افقی که من هیچ گونه شتاب و نیرویی نداشتم، فقط یک رابطه بیشتر نداشتم، اون هم رابطه x برابر است با vx ضرب در t به علاوه x صفر بود. درسته؟ x صفر من که صفره، من اینجا رو میگیرم که همین جا رو میگیرم در واقع مبدأ مختصاتم که x صفر هم بشه صفر. حالا از اینجا x من چقدره؟ 10 متره. درسته؟ پس 10 برابر است با vx، همون چیزی که میخوام حسابش بکنم، ضرب در زمانم. چه مدتی طول کشیده تا این 10 متر رو طی بکنه؟ حسابش کردیم 64 صدم ضرب در 0.64. خب vx برابر است با 10 بخشه بر 64 صدم، که اگر این رو ما حسابش بکنم، سرعت سنگ در راستای محور x برابر میشه با 15.62 متر بر ثانیه. من اومدم سرعت سنگ در راستای افقی رو حساب کردم و بهتون گفتم چون که در راستای افقی ما هیچ گونه نیرو و شتابی نداریم، پس سرعت سنگ هم تغییری نمیکنه. این vx پس میشه همون سرعت حرکت سنگ توی این دایره ما که حرکت دورانی انجام میدادیم، این همون v ماست. پس من در نهایتش سرعت رو حساب کردم و میتونم بیام الان دیگه خیلی راحت شتاب مرکزگرا حساب بکنم. شتاب مرکزگرا R برابر است با V2 آرم، که این V همین Vx منه. پس اینجا میذارم که V اندیسه X، Vx به توان 2 15.62 به توان 2 بخشه بر R 1.5 متر. R چیه؟ همون طول طناب منه، یا در واقع شعاع دایره من که سنگ داشته روی این محیط این دایره حرکت می‌کرده، که اگر بیام این رو حسابش بکنم، شتاب مرکزگرای سنگ برابر میشه با 162.7 متر بر مجذور ثانیه. پس جواب میشه 162.7. خب اگر که برگردیم به سوال، میگه شتاب مرکزگرای سنگ حین حرکت دایره‌ای برابر با چند متر بر مجذور ثانیه است. ما حسابش کردیم که 162.7. الان توی گزینه‌ها نگاه بکنید، 120 140 160 و 180. اگر که نگاه بکنیم میبینیم که 162 ما به گزینه جیم که 160 نزدیک‌تره. پس من میگم که گزینه جیم صحیحه. خب سوال رو دیدید، سوال مفهومی بود از فصل سینماتیک که ما توی پکیج تدریس مفهومی فیزیک به طور کامل اصلاً به مبحث حرکت دایره یک نواخت پرداختیم و سوالات زیادی هم در مورد این حرکت همونجا حل کردیم. شما باید بتونید که خیلی خوب مفاهیم فصل سینماتیک رو بفهمید تا بتونید سوالاتش رو خیلی خوب حل بکنید. امیدوارم که موفق و مؤید و سلامت باشید.